به مسیر یادگیری 3 قدم تا سرمایه‌گذاری پرسود تو ارزهای دیجیتال خوش اومدید. تو ویدیوی اول با هم دیگه مفاهیم پایه بازار رمزارزها رو یاد میگیریم. تو قدم بعدی سراغ این میریم که چرا توی بیت کوین خیالتون از امنیت سرمایه‌تون راحته. و در انتها هم با هم نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو به طور کامل مرور میکنیم. بیایید از پایه شروع کنیم. ارز دیجیتال در واقع نوعی پول غیر فیزیکیه. یعنی فقط به شکل داده‌های رمزنگاری شده تو فضای دیجیتال مبادله میشه. اما فرقش با پول معمولی چیه؟ تو سیستم مالی سنتی وقتی پولی جابجا می‌کنیم، نهادهای مالی نقش واسطه دارن و تراکنش‌ها رو تایید می‌کنن. ولی در دنیای ارزهای دیجیتال، تراکنش‌ها توسط هیچ نهاد مرکزی کنترل نمیشن. همه چیز از طریق فناوری به اسم بلاکچین انجام میشه. دفتر کل آنلاینی که همه تراکنش‌ها به صورت عمومی و شفاف داخلش ثبت میشن و هیچ کس نمیتونه اونها رو تغییر بده. اولین ارز دیجیتال دنیا بیت کوین بود که سال 2009 معرفی شد. سازنده یا سازندگانش با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو شناخته میشن. ایده اونا ساده اما انقلابی بود. ایدهشون چی بود؟ یه نظام مالی بر مبنای بلاکچین توسعه بدیم که مردم بتونن بدون نیاز به واسطه به صورت مستقیم و امن پول رد و بدل کنن. بلاکچین رو میتونید مثل یک دفتر حسابداری دیجیتال غیر متمرکز در نظر بگیرید که همه میتونن اون رو ببینن. منظور از غیر متمرکز اینه که تحت کنترل هیچ نهاد مرکزی نیست. هر تراکنشی که انجام میشه داخل این دفتر ثبت میشه. تفاوت بزرگش هم با دفترهای سنتی اینه که هیچ کس نمیتونه برگرده و چیزی رو پاک کنه یا تغییر بده. همه چیز دائمی، کاملا امن و شفاف. این کار باعث میشه تقلب یا دوباره خرج کردن پول عملا غیر ممکن بشه. حالا چرا رمزارزها رو یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن میدونن؟ جوابش توی مزایای ارزهای دیجیتاله. اول از همه ذخیره سازی. نگهداری ارز دیجیتال راحت‌تر و امن‌تر از پول نقد یا حتی حساب بانکیه. شما میتونید داراییتون رو روی یک کیف پول دیجیتال داشته باشید بدون اینکه نگران دزدیده شدن یا مصادره شدنش باشید. دوم، سرعت و هزینه. خرید و فروش ارز دیجیتال خیلی سریعتر از جابجایی پول‌های سنتیه. شما میتونید در کمتر از چند دقیقه و با کارمزدی خیلی پایین دارایی رمزارزیتون رو به هر جای دنیا منتقل کنید. سوم، دسترسی آزاد. ارز دیجیتال مرز نمیشناسه. مهم نیست کجای دنیا باشید. فقط با اینترنت ساده میتونید معامله کنید. این موضوع مخصوصاً برای کشورهایی که محدودیت یا تحریم دارن خیلی حیاتی و کاربردی. و نکته آخر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری. شما میتونید از طریق ارزهای دیجیتال به بازارهای بزرگی مثل طلا، دلار، ملک یا حتی سهام شرکت‌های معتبر دنیا وصل بشید بدون اینکه نیازی به واسطه‌های پیچیده یا محدودیت‌های بانکی داشته باشید. وقتی تازه وارد دنیای رمزارزها میشی، اولین چیزی که ممکنه باعث سردرگمید بشه تعداد زیاد کوین‌ها و توکن هاست. هزاران رمزارز وجود داره اما همشون ارزش سرمایه‌گذاری ندارن. اگه بدونی هر کدوم چه کاربردی دارن، تصمیمات منطقی‌تر و کم ریسک‌تر میشن. به طور کلی میتونیم رمزارزها رو به چند دسته اصلی تقسیم کنیم. بیت کوین و آلت کوین‌های پایه. بیت کوین اولین و معروف‌ترین رمزارزه. هدفش اینه که مثل یه پول دیجیتال جهانی عمل کنه و هیچ دولت یا نهادی روش کنترل نداره. خیلی‌ها ازش برای حفظ ارزش دارایی، سرمایه‌گذاری یا حتی به عنوان پول استفاده می‌کنن. بعد از بیت کوین رمزارزهای دیگه‌ای ساخته شدن که بهشون آلت کوین میگن. معروف‌ترینش اتریومه. اتریوم هم یه ارز دیجیتاله اما با این تفاوت که روی شبکه اون میشه برنامه‌ها و پروژه‌های مختلفی ساخت. به خاطر همین خیلی از رمزارزهای دیگه در واقع روی شبکه اتریوم ساخته شدن و ازش استفاده میکنن. استیبل کوین ها. این رمزارزها طوری طراحی شدن که قیمتشون صرفاً متناسب با پشتوانه‌شون که معمولاً دلار یا طلا هستش نوسان کنه. مثل تتر یا پکس گلد. هدفشون اینه که از نوسان زیاد بازار رمزارزها در امان بمونی و بتونی راحت‌تر معامله کنی. رمزارزهای کاربردی یا پروژه محور. بعضی رمزارزها مثل بایننس کوین یا سولانا فقط ابزار پرداخت نیستن، بلکه برای پشتیبانی از پروژه‌های بزرگتر استفاده میشن. مثلا برای اجرای قراردادهای هوشمند یا پرداخت کارمزد توی شبکه خودشون. دسته آخر میم کوین ها. این دسته از رمزارزها معمولا از روی میم ها یا همون شوخی های اینترنتی ساخته میشن، مثل دوج کوین یا شیبا. درسته که بعضیاشون رشد زیادی داشتن ولی معمولا ریسک و نوسان بالایی هم دارن، پس برای شروع کار توصیه نمیشن.
حالا که با انواع رمزارزها آشنا شدی، بیا تا مناسب ترین هاشون رو برای تازه کارها بشناسیم. اولین گزینه بیت کوینه. بیت کوین ارزشمندترین و معتبرترین ارز دیجیتال دنیاست. خیلی ها برای سرمایه گذاری بلند مدت میرن سراغش، چون درست مثل طلا محبوب و کمیابه و تعداد محدودی ازش وجود داره. برای اینکه اهمیتش رو بهتر درک کنید، به این مثال توجه کنید. قیمت بیت کوین شهریور 1403 حدود 4 میلیارد تومان بود. فقط یه سال بعد تو شهریور 1404 ارزشش به بالای 12 میلیارد تومان رسید. یعنی رشد 3 برابر توی کمتر از 12 ماه. دومین گزینه تتره. تتر یه استیبل کوینه، یعنی ارزشش همیشه تقریبا برابر $1، اما خرید و فروشش راحت تر از دلار کاغذیه، کارمزد پایینتری داره و امنیتش هم بیشتره. تتر انتخاب خوبیه برای کسایی که میخوان دارایی هاشون رو در برابر نوسانات بازار حفظ کنن یا نقدینگی آماده برای معامله داشته باشن. سومین گزینه پکس گلده. این ارز نماینده طلای واقعی تو دنیای دیجیتاله. وقتی شما پکس گلد میخرید، در واقع مالک مقدار مشخصی طلای واقعی هستید. اما دیگه نیازی به نگهداری فیزیکی یا نگرانی بابت دزدی و تقلب ندارید. خرید و فروشش سریعتر، ارزونتر و امن‌تر از طلای آب شده است. ضمن اینکه ریسک خرید طلای تقلبی یا کلاهبرداری هم عملاً وجود نداره. پس اگر تازه میخواید وارد دنیای ارز دیجیتال بشید، بیت کوین، تتر و پکس گلد 3 گزینه مطمئن و منطقی برای شروع هستن. ایده خوبیه که همه سرمایه‌ات رو توی سبد نچینی و با خرید حساب شده هر کدوم از این کوین ها یه سبد سرمایه گذاری منطقی داشته باشی. ضمناً اگر دنبال اطلاعات بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال هستی، میتونی به مطالب متنوع آکادمی بیت بین سر بزنی.